سه تا طرفن دیگه، هیچ کس نمیتونه به شما طلای تقلبی بفروشه. اول از همه این که طلا به آهنربا نمیچسبه، پس داشتن یه آهنربا برای تشخیص ضروریه. مورد دوم این که معمولاً عیار طلاها روشون ثبت شده، پس اگه عدد 750 رو با یه کادر 8 ضلعی کشیده روی طلاتون دیدی، نشون دهنده اینه که طلای 18 عیاره. اما اگر کادر اون بیزی باشه، نشون دهنده اینه که نقره است. و اگه 5 ضلعی باشه یعنی پلاتینه که ممکنه فقط آبکاری طلا داشته باشه. مورد آخر این که معمولا طلاسازی ها یک کد شناسایی روی مصنوعاتشون میذارن. اگر اون کد رو به سامانه 101517 پیامک کنید، برای شما یه در واقع پیامکی ارسال میشه که نشون میده که معتبره یا معتبر نیستش و اگر معتبره الان توی چه شرایطی قرار داره و اطلاعات طلاسازی کاملا در اختیارتون قرار داده میشه. برای اطلاعات بیشتر در حوزه طلا و جواهر ما رو دنبال کنید.